من میرم بندر هتل تا آخر شب مهران برسه به هم ملحق شیم. بالاخره رسیدیم به هم. مهران هم میبینید. آره اومدیم اسکله حقانی پشت سر مهران هم از اون بالا داره چه چوبی پیدا کرد، چوب ول میده برامون. بچه ها ما یه چالشی برامون پیش اومد. یه سری چالش‌های ریز هم داشتیم که دوستمونم ببینید. خب بچه ها اینا وسیله‌هایی که برای سفر 5 روزمون به جنوب من دارم میبرم. حالا جدا از یه سری چیزایی که مهران میاره، اینا میشه گفت چیزای ضروریه که نیاز دارید برای کمپ کردن. اونم اگه قراره کمپتون بیشتر از یه روز طول بکشه، خب اون که کولمه. اگه بخوام دونه دونه بهتون نشون بدم، چادرمه، کیسه خوابه که حالا برای جنوب صرفاً حتما نیازی سالی خب اگه باشه به نظر من راحت تره. اون آبیه که میبینید زیرانداز بادی فومیه. کیسه خوابمه که خب یعنی هم بادیه هم فومیه، یه مقدار راحت تره تا بخواد فقط بادی و فومی باشه. کیت امدادمونه، گوپرومه، هدلامپمه، این برای نشیمنه، اون شیلر زیرانداز ضد آب برزنتی چادره، یه دونه وسایل غذاخوری و اینا، کتری و قاشق چنگال و لیوان و چاقو و اینم یه کیت قابلمه و عرضم به خدمتتون مایتابه و 2 تا کاسه و اینجور چیزاست. یه سرشعله است که خب چون توی بار نمیتونیم کپسول گاز ببریم، کپسولش اونجا میخریم. بالشت بادیمه و در آخرم این یه کیف ضد آبه که حالا دوربین و گوشی و چیزایی که نباید خیس بشه رو این تو میذاریم. ساعت چنده؟ ساعت 3 صبح. چمدون کوچیک اینا باره بود مشخصه دیگه چقدر زیاده. بچه ها منم رسیدم فرودگاه، دارم میرم که بارو تحویل بدم، برم داخل بارو تحویل بدم، برم بندر که مهرانم بیاد اونجا به هم ملحق شیم و بریم بندر رو از اونجا حرکت کنیم به سمت قشم. من میرم بندر هتل تا آخر شب مهران برسه به هم ملحق شیم. برگردیم از جاست با صفای عزیز. من رسیدم بندر، الان منتظرم وسیله‌امو بگیرم بعد برم یه جای اسکانه امروز بگیرم تا مهران برسه ملحق شیم به هم که به امید خدا فردا حرکت کنیم به سمت قشم و از اونجا بریم به سمت جزیره هند. میبینم بالاخره رسیدیم به هم. مهران هم میبینید. آره اومدیم اسکله حقانی پشت سر میریم سوار لنچ بشیم، حرکت به سمت قشم. جان رفت دست شهر نکنه با ملمان صحبت کرد. گفتیم میخوایم ویدیو بگیریم اجازه بده بریم بالا بشیم، چون بالا نشستن کلا ممنوعه. ولی حالا لطف کرد اجازه داد اومدیم اینجا نشستیم که بتونیم برای شما ویدیو بگیریم. امیدوارم ویدیو خوبی بشه. آره نور خوبی داشته باشه. پشتمون که بندر عباسه، اینا رو یه بار توضیح بدیم ولی دوباره بگیم که داشته باشه. پشتمون بندر عباسه که الان داریم میبینید. این قسمت اونم هرمزه که حالا دوره، ذره شاید سخت مشخص بشه. زوم بذارید ببینم میشه کرد. آره تقریبا یه زوم کوچیکی ولی هرمزه. اگه پرچم کشوره اینم پتروم یه نمای دیگه است. خب دیگه شیرین بازی دسته بریم سراغ اصل ماجرا. هرمز چرا نرفتیم؟ شاید سوال بشه براتون. این دیدی ادا در میاد. اما سوال بشه چرا هرمز نمیرید؟ هرمز رفتیم شلوغه. هرمز شلوغه مسافر زیاده نزدیک. آره بعد دسترسیش خیلی راحت تره نسبت به هنگام. هنگام طبیعتش بکشتره
هرمز خیلی قشنگه، اصلا توی بحثی نیست، خیلی خاکش گیراست. خودم به شخص زیاد رفتم. اینکه به خاطر اینکه بندر عباس مستقیم میشه رفت سمت هرمز، یه مقدار این کسایی که میرن مسافرایی که میرن خیلی زیادن و این مقدار شلوغ‌تره. صبح میرن بعد از ظهر میاد و اینکه کلا تراکم جمعیت اونجا بیشتره. ولی خب چون هنگام خبران نیست دقیقاً پشت قشمه، باید بری حتما قشم، بری یه اسکله دیگه و اونجا سوار بشی و قایقای تندرو بری سمت هنگام و این بکش بودنش رو بیشتر میکنه. ممنونم باید پس کردنی. همون یه پس کردنی ناخواسته بود. آره نیاز دارم بعضی موقع پس کردنی به وجود زندگی به خودت بیا. آره انشالله که خیره. فعلا بالاخره رسیدیم هنگام. همین الان پیاده شدیم، از قایق اومدیم پایین و داریم حرکت میکنیم بریم به سمت اقامتگاهی که امشب قراره فعلا بمونیم که آماده بشیم کارامونو بکنیم برای کمپ فردا. مهران هم اگه ببینید با محمد رضا دوست جدیدمون همینجا باهاش آشنا شدیم و از قشم اومدیم بریم فعلا یه نهار بخوریم و کارامون انجام بدیم. اقامتگاه شب اولمونه. مهرانه خیلی گوگلی و بامزه است. خیلی کولر داره قشنگ، همه چی، یه مینی آینه، تخت. برم بالا هم بگیرم براتون. دستشویشم ببینید دیگه حالا از دور. این بالا همون دستشویه. یه پریز برقم داره، یه پنجره گوگلی خیلی بامزه است. اینجا رو کل اتاق رو ببینید، خوشگل و مشکل. از بیرونش هم براتون میگیرم. آمدتمونو گرفتیم، به سرانجام رسوندیم. این بر آفتاب از این بر بگیرم فکر کنم بهتره. حالمون رو بهتر کردیم. آره الان داریم میریم اولین غذا رو بزنیم و یه دوری هم ببینیم. آره غروب رو ببینیم، یه دوری بزنیم، غذایی بخوریم، کارامون رو ریز خریدای تمون رو بکنیم. چیزایی که مونده میوه و آب میوه دیگه هیچی نمیخوایم. کمپمون رو به امید خدا براه کنیم. امروز روز لاکچریمونه، فردا قراره کمپمون. آره امروز تر و تمیز و ژیگول داریم میریم تا فردا ببینیم دیگه چی برامون میخواد این طبیعت. بریم ببینیم چه خبره. هنگام شاپینگ، یادگاری هنگام. اومدیم غروب هم اینجا دیدیم، واقعا لذت بخش بود. یه دوری تو جزیره زدیم، ساحل رو دیدیم و الان یه مقدار گشنمون شده، میخوایم بریم یه غذایی بخوریم، بعد بریم خریدامون رو انجام بدیم تا تعطیل نکردن برای فردا دیگه کاری نداشته باشیم. واقعا اینجا قشنگه. الان براتون دوربین رو میچرخونم ببینید، وایب مثبتی داره، واقعا قشنگه. خوراک چیل کردن خدایی. ببینید دور و برا یکیش خدای من. ساعت فکر میکنم 8:30 صبحونمون هم همینجا خوردیم، یه بساطمون رو چیدیم. دایی ابراهیم با سه چرخش بیاد دنبالمون. خب دایی ابراهیم هم رسید و ما داریم میریم سوارشیم. صبح بخیر دایی ابراهیم. چاکر. مهران
استقبال راهی. چه اگه اون کوه‌هایی که جلوی ما هست بتونید ببینید، دارم زوم میکنم، این دیگه میشه تنگه هرمز. یعنی ما الان لب تنگه ایم. ما این که تنگ نیست ولی ما به شما میگیم که تنگ است. گذاشتیم اینجا و همینجا میخوایم کمپو برا کنیم. بچه ما یه ذره چوب جمع کردیم، همینجا رو هم انتخاب کردیم برای اتراق. یه ذره حالا زباله هاش هم جمع کردیم، ولی خب بازم باید بکنیم چون آشغال زیاده. ولی جایی که انتخاب کردیم به خاطر این صخره بزرگی که پشتمونه باد نمیاد، یا حداقل باد کمتره. امکان اینکه شب احیانا طوفان بشه هست و که کمپمون رو یا باد بزنه زیرش، به خاطر همین اینجا رو انتخاب کردیم. حالا میخوایم شروع کنیم دیگه کمپو برا کردن که اتراق کنیم. مهران هم از اون بالا داره چه چوبی پیدا کرد، چوب ول میده برامون. یک کمپ هم توی این فاصله ازمون هست ولی خب نزدیک نیست. اولین روز کمپمون اومدیم ساحل خنزی که شقابی رو رد کردیم به خاطر اینکه دوست داشتیم خیلی نزدیک ساحل باشیم و تقریبا روی ارتفاعی باشیم. اینجا رو انتخاب کردیم. یه سری چالش‌های ریز هم داشتیم که مثلا توی خریدامون ما چون می‌خواستیم که کپسول هم داشته باشیم، کپسول سرشلمون هم نخورد که حالا پدرام رفته بگیره اونا رو، یعنی رفته بگیره که بچه‌ها ما یه چالشی برامون پیش اومد، گازمون شکست. بعد به خاطر همین مجبور شدم من مهرامون تو کم من اومدم سمت جاده که یه موتوری گیر بیارم باهاش برم شهر که بتونم گاز بگیرم، گاز بخرم برگردم. حالا امیدوارم که یه موتوری بیاد و رد شه. من اگه جلو من ببینی، من فعلا نشستم اینجا سایگی رو بردم که صدای موتور شنیدم برم سمتش. حالا ناراحتی که نداره چون پیش میاد بالاخره دیگه، اینجور چالش ها خودش جزوی از کمپه، کاریش نمیشه کرد. روز اولمون هم گذشت ولی حسابی پاره شدیم ما، یعنی چالش سخت زیاد داشتیم. من فقط اولین چالش سختی که رسیدیم اینجا این بود که میخای چادرمون تو زمین نمیرفت چون صخره است. همه میخوامونم دم از دست دادیم، همه‌اش کج شد. باد بود، طوفان بود. آره باد میزد زیر چادرها. گفتیم الان دیگه جمعمون میکنه میره، یعنی نمیتونه. آره بعد میخواه هی کج میشد اصلا خود شد، ولی موندیم و من گشنه اصلا سگ پترام داره واسه تحمل میکرد اونجا. نه من بودم اصلا ناامید بودیم از این که احتمالاً نمیتونیم اینجا بمونیم، واسه جامون عوض کنیم. آره ولی اومدیم جمع کنیم عوض کنیم بریم. بعد نشستیم فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم که الان داره باد میاد. شب باد از اون ور میزنه دقیقاً از پشت جزیره میاد. بعد ما هم چون پشتمون رو جلو میریزم حالا ضبط چیز داشت خیلی چون پشتمون این تپه هست، این کوه هست، صخره است، دیگه باد نمیاد شب. الان هم واقعا باد نمیاد، هوا هم اوکیه.
یعنی آجیل صبح نسبت به صبح خیلی باد کم شد. آره داریم خودمون رو تو تقویت میکنیم. ویتامین اینا هم میخوریم. من الان این تیشرتی که لباسی که تنمونه برای اینه که یه ذره حالش بیشتر باشه، ولی با تیشرت هم میشه داشت. آره هوا خوبه، واقعا هوا خوبه. ولی کلا درباره آشغالا هم می‌خواستیم بگیم ما. من اینجوری که کم کردی یکی از بدیه که خیلی مبتدی ما نه اصلا حرفه‌ای نیستیم، ولی کسی که حرفه‌ای ان و اینا میان تو طبیعت، داستانی که داره اینه که آره الان آشغالا رو اینجا یه فیلمی صحنه رو براتون این سنگای اینجا رو میذارم ببینید. ما اولش که اومدیم پر آشغال بود. بعد گفتیم خب اوکی تمیزش می‌کنیم، آشغالا رو مثلا جمع می‌کنیم. یه لایه جمع کردیم دیدیم زیر سنگا آشغاله. دادیم کنار دیدیم باز آشغاله. آشغالا رو جمع کردیم زیر سنگا دیدیم باز آشغاله. همینجوری لایه لایه آشغال ریختن سنگ گذاشته بودن. دو تا پلاستیک ازشون جمع کردیم. آره. بازم کلی سنگ دیدیم دیگه فایده نداره. دیدیم ما چقدر مرسی چقدر میتونیم اینا رو جمع کنیم. هی بکنیم بریم با این آشغال جمع کنیم. تو رو قرآن نکنید این کارو. اومدید آشغال ریختید یه سریو البته. بعد به جای اینکه آشغالا رو شیشه و پلاستیک و همه چی یه گوشه از جای دنج و هنگام ویوشو نشون میدم بهتون. روش پر سنگ آخه. بعد همینجوری ریختن روش. کی قراره ببره اینا رو؟ و خودتون ببرید. مگه میشه همچین چیزی؟ بردن بیرونش خیلی آسونه. سه چرخ میاد تا همه جا. اون قدم نیستش بگیم نشه. حالا جدا از این آشغاله نشستیم اومدیم اولین خواستیم ماهی درست کنیم نهار دیگه. اومدیم گازو بس کنیم دیدیم کپسولا به گازی که داریم به سر شعلمون نمیخوره. دیدیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. مهران زنگ زد به یکی از بچه‌ها که یه موتور سه چرخ از دوستاش بیاد سمت ما، من سوارشم برم سوپر. آره گاز بگیرم برگردم. یه 2 ساعتی قشنگ. آره خیلی شیرین و خوشمزه است. 2 ساعتی معطل اون بودیم دیگه. ولی خب یه خوبی که شد رفتم یه سری خرت و پرت دیگه چون دستم خالی بود مثل هیزم و یه سری خوراکی و یکی دو تا دونه دیگه آب و نون و اینا گرفتم و آوردم. بهتر شد یه جوری. آره این بابت خوب شد. ولی اصل کار اون آشغاله است دیگه. لذت بردن تو این طبیعت واقعا. الان پشت همین دوربین ببینید چجوری کار گذاشتیم. کرکوپرتون میریزه. پشت همین دوربین آهو به خودت نزدیکمون میاد. زشت شده به زشت که نه. زشت آهوها میبینن. نه ولی بده در طبیعت بده این موضوع خیلی واقعا بده. ولی ماهی چسبید. حالا جدا از همه اینا اون ماهی خیلی بده. آره ماهی واقعا حالت دوست خوبم ماهی. چه داری چه نداری سنگ نذاشتیم رو تو. بعد دیگه اینجوری. بعد من تو این تایم هم که پدرام نبود واقعا دهنش سرویس شد. تو جاده نصفش پیاده رفت سختی و اینا. نه اومدم پیاده رفتم سر جاده زنگ زدم گفتم پیاده بیام. گفت پیاده نیام من دارم از انگام قدیم میام. دور میشه از من. بیا همینجوری میان راحت. آشغالا رو هم میتونید با اون سه چرخو ببرید. اصلا راهی نیست 10 دقیقه هم نیست. تپه ولی جای بکر رو میتونید همینجوری بکر نگه دارین. واقعا خیلی بده. دقیقاً از جزیره میتونن آشغالا رو خارج کنن. اونقدر سخت نیستش این جزیره خود آشغال بمونه. ولی تو این محیطی که یه ذره دسترسی بهش سخت آشغال بذاری بمونه مونده. من رفتم تا اونور پدرام نبودی نمی‌خواستم بگم ساحل شقابی. ساحل که یه حالت نخلستون و درختایی که حالا برای همین جزیره است، برای بافت همین جزیره است اونجا در مورد اسمشون رو نمیدونم. میگم اونقدر حرفه‌ای نیستن که بخوام اسم تک تک چیزایی که اینجا هست بدونم. ولی در حد اینکه بخوام 2 شب 3 شب بمونم جایی کثیف نکنم هست. بعد عرض خدمت شما که رفتیم اونور خیلی قشنگ بود. خیلی باحاله. حالا دور یه دور ویدیو گرفتم. اونم سلام علیکم. من یه 20 دقیقه تا نیم ساعت پیاده روی کردم بیام این منطقه رو بهتون نشون بدم تا پدرام رفت بود یه سری خرید انجام بده که اونم باز بهتون توضیح میدیم چرا. این منطقه رو بهش میگن منطقه شقابی. منطقه خیلی قشنگه، منطقه خیلی جذابیه. همونجوری پشت هم میبینید حالا تو اینجا یه پوشگیری نخلستونی و با پوشگیری مختص خود هنگامه که خیلی قشنگ کرد و پشتش میخوره به ساحل. این از این قسمتی که من اومدم. حالا میریم وارد شهر شیم. شهر واقعا ساحل نیست، شهر.
اینجا بهتون همونجوری گفتم شبای خیلی قشنگی داره. حتما اگه بتونم شب یه سر میام براتون فیلم میگیرم. آره بعد که برگشتیم غذا خوریم حال دوتایی اینوری رفتیم، اینورم خیلی قشنگ بود. حالا شبش هم احتمالاً شقابیه بریم، چون شقابی به خاطر نوری که لای درخت روشن میکنن یه شهر توش واقعا از بالای ارتفاع داره اونجا خیلی قشنگ میشه. یه ارتفاع خودمون خیلی قشنگ میشه. از بالا یه ویدیو داریم. آره ویدیوشو الان میذارم ببین. الان اومدم بالای کمپمون، از بالاش دارم میگیرم که دریا معلوم نیست. کمپو براتون شبونه کردیم. خب ما سفرمون بالاخره تموم شد و این قصه به پایان رسید. واقعا لذت بخش بود. خیلی آره واقعا لذت بخش بود. کلا حس و حاله داشتیم. پدر صحبت می‌کردیم مثل خواب میمونه وقتی از سفر میای، انگار نرفتی اونجا. آره واقعا داشتیم میگفتیم یهو یاد صحنه‌ای که توی اونجا برامون اتفاق افتاد میافتیم. یه لحظه من به شخصه پیش خودم فکر می‌کنم داشتم خواب می‌دیدم. دقیقاً این چند روز انگار واقعا خواب بوده. واقعا بی‌نظیر بود. واقعا آره. بعد این خوبیش این بود که خوبی سفر اینجوری اینه که از اخبار مخبار این داستانا کلا دوری، مغزت آرامش داره. جهان آتیش گرفت ما نفهمیدیم. واقعا نفهمیدیم ما، یعنی ما نفهمیدیم اونجا چه خبره. رسیدیم تهران فهمیدیم لس آنجلس سوخته. آره نه طلا خبر داشتیم. هیچی، خیلی آرامش داشتیم. روتین غذاییمون همه اوکی بود، کلا بدنمون خدا رو شکر اوکی بود همه چیز. حالا بریم ادامه رو بگیم که آره روز دوممون که شروع شد جاتون خالی، یه طلوع بی‌نظیر داشتیم. چه طلوعی بود. بعد ما اونجایی که کمپ کرده بودیم ساحل خنیزی به سمت طلوع بودیم، یعنی طلوع قشنگ روبروی ما بود. خب کمپمون هم اگه دیده باشید ما توی کله خنیزی بودیم، یعنی قشنگ تو صورتمون داشت میپاشید طلوع. در چادر رو باز می‌کردیم انگار آفتاب تو بود. تیکه رو حالا بریم سراغ مرحله بعدی توضیح بدیم براتون. آقا طلوع دیدیم، یه چرت کوچولو بعدش زدیم دوباره که مقدار سر حال باشیم، چون روزمون رو واسه ورزش و شنا اینا ردیف بکنیم. آره یه ورزش خوب کردیم. آره ورزش خیلی خوب. ولی خب صبح که پا شدیم پدرام مشتاق غذا مزه کمپ دیگه همه چی پدرام ردیف کرد و صبحونه رو خوردیم و یه ورزشی لب ساحل کردیم، رفتیم توی آب و چه آبتنی کردیم. آره ولی تو این قسمتش فیلم نداریم متاسفانه، اینجا این تیکر نداریم. داره شونات اسلامی هم توش رعایت نشده نبینید بهتره. لخت رفتیم. ولی آب خیلی سرد بود، هوا خوب بود، زیر آفتاب بودیم ولی آب خیلی سرد بود. آره ولی لذت بخش بود به خاطر اینکه میومدی بیرون پدرام که میدوید لب ساحل این باحال بود. آره یه نیم ساعتی دویدیم، بعد مهران کش آورده بود، با کش تمرین کردیم کامل، قشنگ یه انرژی گرفتیم واسه ادامه روزمون. آره بعد از اونجا رفتیم شروع کردیم به قدم زدن و گشت زنی توی ساحل خنیزی. آره رفتیم تا مهرما. حالا چند تا ویدیو داریم، یه جایی من رفتم لش کردم، پدرام رفت لش کرد، یه مقدار ریلکس کردیم اونجا. تقریبا میشه گفت 2 ساعتی هم دیگه رو ندیدیم، گم شدیم. یعنی خودمون عقص خودمون رو گم کردیم مثلا اینکه بریم مثلا چون گوشی اونم آنتن نداشتش اونجا ارتباط نمیتونستیم بگیریم، برمیگشتیم کم شاید هم دیگه رو میدیدیم. آره. در زیپ میشه گفت چادرمون رو می‌بستیم میرفتیم. بعد امنیتی که اونجا بود بچه‌ها باورتون نمیشه، میگم حدود 1 ساعت و نیم از چادرمون کمپمون دور شده بودیم. بعد خب هیچ کدوممون نبودیم دیگه، ولی با خیال راحت بدون اینکه استرسی داشته باشیم کمپو ول می‌کردیم میرفتیم، واسه خودمون گشتنی می‌کردیم. بعد یه چیز خیلی قشنگی که اتفاق برامون افتاد دیدن حیوانات جزیره بود. واقعا عالی بود. الان فیلمشو میذاریم ببینید. یه صحنه مهران اومد از یه پرنده فیلم بگیره. الان ببینید فیلمشو.
یه دفعه بالای فیلم دیدش که یه دونه مرال زل زده اونجا داره توی بالای تپه وایستاده داره نگاهش میکنه. خیلی ناخواسته، خیلی قشنگه، خیلی پلیکانه. این پلیکانه رو ببینید چقدر خوش، چه تاجی داره. تاجش رو می‌بینی؟ بچه ما داریم میریم یه چرخی تو جزیره بزنیم. این دوستمون هم اینجاست، الان هم میره احتمالا سر وسایل ما، قطع به یقین میره. سلام علیکم. شبیه اونه نیست که مکه اومدن. این بالای کمپمونه که معلوم باشه کرمین دقیقا پشت این صخراست. این غروب و این زیر پامونه، زیر کمپمونه. اینم پدرام، اینم پدولا، پد خدا. چطوری؟ آره گله اوه خیلی بالن. یه دونه بودن بعد با هم رسیدن جلویه. نمیدونم نره یا مدت افتاده جلو، ولی پشتیه بچه‌شه. این دوتا هم که این کون سیاهه فکر کنم نر باشه دیگه که کونش بیشتر از سه جفتش این کونش رو سیاه. خیلی خوشگله. از گربه است تنشون. چجوری نگاه میکنم؟ پاستیل انداختم یه دونه اینجوری که روز دوممون رو اینجوری با این برنامه‌ها گذروندیم. با یه سری از دوستامون هم بگم، یه سری اونجا دوست شدیم، بچه‌های هیپیای اون دور و بر بودن، بچه‌ها باحالی بودن. حالا میومدن تو آب شنا میکردن، پیش ما میومدن سر میزدن بهمون، باحال بودن. بعد شب شد و یه آتیش خوشگل به پا کردیم، یه چوبی اره کردیم و آتیش رو به پا کردیم، جاتون خالی، پلو رو بار گذاشتیم، یه شامی زدیم. ببین ما تو تهران همچین غذاهایی نمیخوردیم که اونجا توی کمپ داشتیم آماده میکردیم و میخوردیم، باورتون نمیشه. آره واقعا همه وعده‌هامون دوست داشتنی بود و میچسبید. از همون صبحونه روز اول که جای دیگه خوردیم تا وعده آخرمون حد. روز دوم بود دیگه. روز دوم اینجوری تموم شد و دیگه روز سوم می‌خواستیم کمپمون رو ترک کنیم، جمع بکنیم که بیایم سمت اون خونه بومگردیه که گرفتیم، کارامون رو بکنیم و بیایم. شما دیگه جمع کردیم و می‌خوایم کم کم بریم. مهران داره یه ورزش ریزی میزنه، یه تنی به آب بزنیم دیگه، همینو حرکت کنیم دیگه. هرچی آشغال و اینا بود جمع کردیم، حالا 2 تا کیسه‌اش اون وره، اینا رو هم ببریم، چیزی جا نذاریم. اینجاتون خالی یه ناهار مشتی هم زدیم، چلو ماهی خوردیم. آره چلو ماهی خوردیم. چه چلو ماهی هم بود. اصلا کلا اونجا ماهی بخوریم. آره بعد از اونجا هم جاتون خالی رفتیم ساحل خمیسی. من تا حالا خمیسی رو ندیده بودم، مهران رفته بود قبلا. خیلی قشنگه، ولی خب یه ایرادی که داره برای کسایی که میخوان تو طبیعت کمپ آروم بکنن اونجا مناسب نیست، شلوغه، چون رفت و آمد خیلی زیاده. یعنی از خود قشم من به عنوان تفریحی میارن تو اون ساحل، چی بود اسمش؟ خمیسی که قایق مستقیم میره اونجا. آره اونور از یه دونه بغل ساحلش هم بودش که اون چیزه که درختاش اسمش چی بود یادم رفت. شقابی؟ نه شقابی که سمت خودمون. درختای کجا رو میگی؟ همون بغلمون که قیل. یه محله دیگه هم بود مثل شقابیه که اون پشت قیل اسمش، که حالا بچهای هیپی اونجا هم هستن.
حالا نرفتیم اونور ولی قبلش هم رفتیم یه آبتنی هم جاتون خالی. یه آبتنی مشتی هم من این دفعه نرفتم تو آب. آره. من رفتم. مهران رفتم البته پامم آسیب دید ولی رفتم یه چیزی رفت پام. آره پاش یه سانتی جر خوردت نفهمید. تو آب بوده نفهمیدش. بعد دیگه هیچی اومدیم هم خیلی عجیبه. ما الان که داریم تعریف میکنیم صحنه‌ای که میاد تو ذهنمون خیلی صحنه‌های عجیبی بودن به خاطر اینکه آرامش داشتیم و الان چون اون آرامش یه مقدار کمتر شده احساس میکنیم که طبیعی نبوده اون. آره واقعا همینطوره. واقعا همینطوره. روز دوممون بود و روز آخرمون هم که جمع کردیم و خیلی راحت از خمیسی دیگه اومدیم شروع کنیم حرکت کنیم به سمت قشم که برگردیم. دلمون نیومد دوباره چلو ماهی نزنیم. رفتیم یه چلو ماهی دیگه هم جاتون خالی خوردیم. یه میگو هم خوردیم، سمبوسه میگو هم روش خوردیم و سوار قایق شدیم و شروع کردیم به دیدن این پلانکتون‌ها. واقعا همینو بگم همین الان. خیلی قشنگ. بعد ما تا داشتیم برمیگشتیم هی داشتن بیشتر میشدن. بعد من خودم خب خیلی رفته بودم ولی تا حالا پلانکتون ندیده بودم. اولین بار بود که پلانکتون می‌دیدم. و از شب اول که واسه اون عجیب غریب بود که اصلا چقدر جالب و اینا خیره می‌شدیم بیشتر می‌شد. رفته کلاً تا روز آخرمون که برگشتیم بیشتر شدن. آره مسلماً بعد ما هم بیشتر شده بودن. خیلی قشنگ بود. برگشتیم و به لنج رسیدیم و اومدیم سمت بندر عباس و شام هم اونجا خوردیم. یه پیتزای خوشمزه اونجا خوردیم ولی بعدیش این بود که من به شخص مسموم شدم از پرخوری زیاد. انقدر خوردم. خیلی خوردیم. روز آخر خیلی خوردم. خلاصی که ویدیوها رو میذاریم امیدوارم که لذت ببرید بچه‌ها. امیدوارم که حمایت کنید. آره این اولین ویدیومونه. حالا اگه دوست داشتید ما تمام سعیمون رو کردیم با اینکه تجربه اولمون بود یه چیزی باشه که دوست داشته باشید به دردتون بخوره. اگه دوست داشتید لطفاً هم ساب کنید هم لایک کنید ویدیومونو که ما یه بچه انگیزه‌ای بگیریم واسه ویدیوهای بعدیمون که براتون بسازیم. ما که سفرها رو میریم ولی اگه بخوایم با دیتیل‌های بهتر بذاریم نیاز داریم که حمایت کنید دیگه. دستتون درد نکنه. دستتون رو میبوسیم. جیگر من بفشارید این دکمه رو برامون. خدا نگهدارتون. بچه‌ها خداحافظ. رفتیم از این جزیره.